چی بخش میشه یا نه تعریف کنم. یه آقایی با یه بنز نمیدونم مدلش چی بود اون سیاه، بنز سیاهی اومد هی گفت خانم تو رو خدا بیاین من شماره منو بگید من شمارهشو گرفتم، زنگ زدم بهش همون شب همون دقیقه. بعد گفتش که بیا بریم شام بیرون. من نمیتونستم، هی گفتم نمیام هی که میگم مثلا 3-4 روز گذشت گفتم میام. این آقای برام یه عطر آورد خارجی گرون. همونطور که نشستم عطر رو گرفتم من گفتم دیگه من خوشبخت‌ترین آدم دنیام و بچه‌هامون رو اسمشون رو چی بذاریم و این من بشینم جلو بنز و برم کندور و خلاص اومدم خونه. این عطرم گرفتم اومدم خونه. بعد دیدم این آقای یه ذره مدل فرهنگیشون اینا فرق می‌کنه. من تازه از کندور اومده بودم. بعد بهش پیام دادم ببخشید من نمیتونم ادامه بدم. یو گفت نمیتونم ادامه بدم چیه؟ اتکلون رو پس بده. منم در اتکلونه رو وا کردم، کمد لباسامو وا کردم، همه باور میشه تو 2 سال بعد بعضی وقتا لباسامو که میکشیدم بیرون اون بوها رو میداد.